سلام. به برنامه کادر درمان در فرانسه خوش اومدید. من شیما طاهری هستم، عضو انجمن بین‌المللی کادر درمان و اینجا خانه تیم درمانه. این برنامه از سلسله برنامه‌های کوچ هست از مجموعه بزرگ پرشین اواردز. مهمون برنامه امروز ما خانم دکتر نسرین میرزایی هستند از فرانسه. خانم دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه ما. من خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و مشتاقم که بیشتر با شما آشنا بشیم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. منم سلام. هم به شما و هم به همه اونایی که ما رو میبینن. خوشحالم و ممنونم که امروز با شما هستم، شیمای عزیز. و هرچی که شما بگین بپرسین تا من بهتون جواب بدم. خیلی ممنون خانم دکتر. من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خب شما به عنوان یه روانپزشک از زمانی که ایران بودید من افتخاری داشتم که با شما آشنا بشم. ممکنه که یه ذره چون ممکنه که به مخاطبینی که ما رو میبینند مایل باشن که از سابقه کاریتون بدونن اینکه تو چه حوزه‌ای فعالیتتون هست. حالا برای روانپزشکی رو من گفتم ولی اگه مایل باشین بیشتر از شرایط کاریتون بگید ممنون میشم. مرسی. خواهش میکنم. خب من همونطور که گفتی روانپزشکم. تو ایران من دانشگاه تهران درس خوندم و یه چیزی بیشتر از 20 سال کار روانپزشکی کردم، هم تو تهران هم تو مطب خودم و هم توی یه سری مراکز، حالا بیمارستان خصوصی، بیمارستان یه بار، نه یکی از بیمارستانایی که درمان نازایی میکرد یه مدتی، و حالا به عنوان روانپزشک مشاور توی بیمارستان جنرالم کار کردم. و الان از 2020، از اول 2020 اومدم فرانسه. تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم و اینجا هستم و الانم دارم کار روانپزشکی میکنم اینجا. خیلی عالی، خیلی عالی. خانم دکتر قبل از اینکه تشریف ببرید فرانسه احتمالاً یه چیزایی شنیده بودید از شرایط کار روانپزشکان دیگه تو فرانسه و احتمالاً یه تصوراتی داشتید قبل از اینکه تشریف ببرید فرانسه. میخوام بدونم که بعد از اینکه ورود کردید به فرانسه و وارد این شغل شدین چقدر تطابق داشت با چیزایی که شما قبلا شنیده بودید؟ من میتونم بهت بگم که قبل از اینکه بیام فرانسه شاید به جرئت بتونم بگم هیچ تصوری نداشتم از کار روانپزشکی اینجا. هیچ تو ذهنم هیچ پیش‌فرضی نداشتم واقعا. خب ولی به طور عموم ماها فکر میکنیم وقتی که ایران هستیم، فکر میکنیم که خب آره اروپا خیلی فرق میکنه، خیلی شرایطشون متفاوته. یه روانپزشک یا حالا یه پزشک اونجا به لحاظ جایگاه اجتماعیش خیلی متفاوته، خیلی ارج و احترامی که در واقع براش قائلن خیلی متفاوته، یا درآمدش خیلی متفاوته و غیره. ولی واقعا هیچ تصوری نداشتم. یکی از دلایلش هم این بود که ما تو ایران اه، اصلا روانپزشکی رو با منابع علمی آمریکایی یاد میگیریم. اصلا منابع ریفرنسمون آمریکاییه و بنابراین شاید میدونستم تصوری در مورد آمریکا و کار روانپزشکی اونجا داشته باشم. در مورد فرانسه هیچی نمیدونستم. ولی وقتی اومدم اینجا، الان یه چیزی حدود داره 3 سال میشه که اینجا کار میکنم رسما به عنوان روانپزشک. میبینم که اصلا نمیتونستم تو ایران تصور اصلا. کنم این میزان از تفاوت رو، که حالا اگه وقت داری توضیح بدم یه کمی در مورد تفاوت ها. بله بله حتما. خیلی اتفاقا مشتاقم که بدونم. دو تا سوال دارم. یکی روند تطبیق مدارکتون، چون به هر حال احتمالاً یه روندی داشت برای اینکه شما با من روانپزشک اونجا رجیستر بشید و شروع به کار کنید و اتفاقا خیلی مشتاقم از تفاوت‌های محیط کاری روانپزشکی ایران و فرانسه بشنوم. من سر و پا گوشم. خواهش میکنم. اول در مورد روند تطبیق مدارک بهت بگم. ببین، پزشکی همه جای دنیا و تو همه کشورها یه شغلیه که تو بخوای بری از کشور خودت، که بخوای بری هر جای دنیا کار کنی، باید مدرکت رو اونجا معادل کنی، چون متفاوته دیگه. یه سری استانداردها و آموزش‌های متفاوت دارن. فرانسه هم همینطور. حالا به عنوان یه پزشک متخصص، به نظر من فرانسه کشور
خوبی بود برای مهاجرت برای من. چرا؟ به خاطر اینکه مدرک تخصص ایران رو تو میتونی بیای اینجا مدرک تخصصی تو معادل کنی. اوه چه عالی. آره، توی یه سری از کشورها تو باید بری به عنوان پزشک عمومی و از عمومی در واقع شروع کنی، ولی اینجا نه، اینجا میتونی تو رشته خودت امتحان بدی. روندش هم این شکلیه که خب منابع خود فرانسویه، اینجا منابعشون آمریکایی نیست، چون منابعشون خودشونه، اصلا مال خودشون چیزن، رفرنس خودشونه. این منابع رو باید مطالعه بکنی. بعد اون وقت مدارکت رو میفرستی. سالی یک بار یک امتحان کنکور اینجا برگزار میشه برای تمام پزشکای خارجی با هر تخصصی که میان و حتی پزشکای عمومی. این امتحان سال یه بار به شکل کنکور برگزار میشه. مدارک رو میفرستی، ثبت نام میکنی و اگر که تو این امتحان قبول بشی، اون وقت میتونی 2 سال بعدش توی مراکزی که در واقع حالا اعلام نیاز میکنن کار کنی و بعد از 2 سال میتونی درخواست شماره نظام پزشکی بدی به سازمان نظام پزشکی فرانسه و خب قاعدتا قبول میشه. حالا نهایتا ممکنه بگن که آره مثلا یه دوره کارآموزی نمیدونم اینو ببین اینو ببین که چیز مهمی نیست، ولی روندش این شکلیه معمولا. ولی نکته جالبی که داره اینه که و این فوق العاده است، کار کنی، حقوق بگیری. خانم دکتر معذرت میخوام، یه لحظه صداتون قطع شد. من میخواستم خواهش کنم که اون تیکه آخر صحبتتون یه دور دیگه بفرمایید. از کجا رو بگم؟ اینکه یه نکته جالبی که اینجا داره اینه بله که بله از همینجا. آره، تا قبل از اینکه حتی مدرکت رو تطبیق بدی و شماره نظام پزشکی فرانسه رو داشته باشی هم میتونی به عنوان پزشک اینجا کار کنی. اینجا به شدت کمبود پزشک دارن و پزشکای خارجی که میان تا قبل از تطبیق مدارکشون میتونن کار کنن، منتها خب با قراردادهای کوتاه مدت دیگه و با حقوقهای پایین‌تر. خیلی عالی. من چیزی که از شما شنیدم تقریبا روند تطبیق مدارک یه روندی هستش که حالا خوشبختانه با تخصص میشه رجیستر کرد، یعنی اینکه حالا لازم نیست عمومی رو حتما. خب این یه خبر خیلی خوبه برای دوستان و همکارانی که اگه تمایل داشته باشن به فرانسه مهاجرت کنن. و یه نکته دیگه این که روند تطبیق مدارک امتحانی هست که هر سال برگزار میشه که میتونن اون امتحان بدن و نهایتا تا 2 سال طول میکشه، اینطور که من شنیدم. درسته؟ زمانی که امتحان قبول بشن، توی این کنکور قبول بشن، 2 سال بعدش باید کار کنن. بله. کار میکنن و بعد از 2 سال میتونن درخواست شماره نظام پزشکی بدن. خیلی عمالی. و اینکه فرمودین که تا این امتحان جوابش بیاد و اینا باز میتونن که قراردادهای کوتاه مدت داشته باشن و شروع به کار کنن. باز هم یه خبر خیلی خوب هست فکر میکنم. بله بله، چون همونطور که گفتم اینجا خیلی کمبود پزشک دارن و خیلی نیاز دارن به اینکه پزشک استخدام کنن. البته بذارید که من شهرهای بزرگ مثل پاریس و نمیدونم لیون و اینا رو مستثنا کنم، ولی توی شهرهای یه کمی کوچیکتر همواره نیاز به پزشک دارن و میتونن پزشکا کار پیدا کنن و با حقوق نسبتاً خوب مشغول کار بشن و زندگی کنن اینجا. مضاف بر این که حتی شهرهایی که کوچیک‌تره، به خاطر اینکه پزشک رو جذبش کنن یه سری امتیازات بهش میدن. خیلی وقتا خونه میدن، حقوق بیشتر میدن، پاداش میدن و غیره. خب خیلی جالب بود، اخبار خوبی از شما شنیدیم. آره آره. این سوال اولتون. بله. و در مورد دومی چی بود سوال دومتون؟ تفاوت کاری به عنوان یه روانپزشک در ایران و فرانسه مشتاقیم که بشنویم از شما. خب خیلی زیاده. باید اول بگم که خیلی زیاده. من شاید اگه ایران حتی میشنیدم اینا رو نمیتونستم باور کنم. یعنی در این حد با تصوراتی که من داشتم متفاوت بوده. یه فرق اساسی که اینجا داره اینه که اینجا مریض به شدت مورد حمایت سیستم درمانیه. یعنی سیستم درمانی فرانسه تو دنیا معروفه. خودشون معتقدن و منم شنیدم که بهترین سیستم درمانی رو داره فرانسه. به چه جهت؟ به جهت اینکه مریض میاد وارد بیمارستان که میشه، اولا همه افراد تا 70% تمام خدمات درمانیشون به عهده دولت.
فکرشو بکنید. یعنی این خیلی عالیه. 70% بیمه اجباریه و همه دارن، 30%شو پرداخت کنن. و مریضی که میاد مراجعه میکنه به مراکز دولتی، حالا خصوصی رو کار ندارم من چون خصوصی کار نکردم، اطلاعاتی دارم ولی فعلا واردش نمیشم. تو سیستم دولتی وقتی که مریض میاد تو روانپزشکی، میاد یا از طریق اورژانس وارد میشه یا از طریق چی؟ از طریق درمانگاه ها، کلینیک هایی که ما تو ایران هم داشتیم. مریض از وقتی که وارد میشه توی سیستم اطلاعاتش رو میگیره و به قول خودشون هیچ وقت اینو رهاش نمیکنه. الان من دارم هم تو بیمارستان کار میکنم هم تو کلینیک کار میکنم، تجربه هم بهتون میگم. وقتی که مریضی میاد توی کلینیک که حالا یه مشکل روانپزشکی رو در واقع اونجا میاد و مطرح میکنه، معمولا مرحله اول اینو پرستار میبینه. پرستارهای آموزش دیده‌ای دارن که اینا مریض رو میبینن، باش صحبت میکنن، شرح حالش رو میگیرن، پرونده براش تشکیل میدن و نیازهای مریض رو بررسی میکنن و ممکنه که ارجاعش بدن به روانپزشک، ممکنه ندن. یعنی خودشون او رو در جالب واقع، بود این نکته. خیلی جالبه، یعنی خودشون او رو مورد درمان، اصطلاحا بهش میگیم روان درمانی ساپورتیو یا حمایتی قرار میدن. سعی میکنن مشکلاتش رو بررسی کنن، ببینن مشکل مالی داره، مشکل خانوادگی داره، مشکل جسمی داره، مشکل چی چی چی. و در واقع پرستار تا یه مدتی مریض رو چیکار میکنه؟ تحت نظر میگیره. اگر لازم دونست هر زمانی، اون وقت مریض رو ارجاع میده به من روانپزشک. ممکنه ما اینجا مریض داریم که 1 ساله که فقط میاد پرستار رو میبینه، ما 1 بار پرستار رو میبینه و پرستار یه جوری شاید نقش یک روانشناس رو بازی میکنه. حرفه‌ای نیست هم ولی دکتر میون صحبتتون این پرستارانی که حمایت میکنن آیا دوره های خاص روانشناسی دیدن؟ یعنی که اونا تخصصی دارن کار پرستاری انجام میدن؟ پرستاریان که آموزش دیدن که تو این فیلد کار کنن، در واقع یه جوری روان پرستارن، ما تو فارسی بهش اینو میگفتیم، روان پرستار هستن. بعد اون وقت مریض حالا یا ضمن اینکه این داره باش کار میکنه حالش بهتر میشه، میره حالا هر وقت نیاز داشت دوباره برمیگرده، یا نه به من ارجاع داده میشه، به روانپزشک ارجاع میشه. پیش ما که میاد مریض دوباره تحت درمان هست از نظر دارویی و همچنان اون ارتباطه با اون روانشناس حفظ میشه، اون هست، همیشه هست. بعد حالا ممکنه که مریض نیاز داشته باشه به درمانهای دیگه. اینجایی که میگم سیستم فرانسه از نظر من زمین تا آسمون با سیستمی که ما توش درس خوندیم و کار کردیم تو ایران متفاوته. همینجاست مریض هر نیازی داشته باشه اونجا دیده میشه و بهش رسیدگی میشه. مریض میاد من بهش دارو میدم اما مریض تنهاست، فرض کنید که تنهاست، مشکلات خانوادگی داره، مشکلات مالی داره، این به مددکار ارجاع میشه، به روانشناس هایی که کارشون اینه. حالا یه پارتی دیگه هستن تو کلینیک های دیگه کار میکنن، کلینیک های سرپایی، که اینا کارشون اینه که در واقع گروه های تشکیل میدن، با مریضا کار میکنن. ما تو فارسی تو ایران یه مفهومی داشتیم به اسم کاردرمانی. اینجا کاردرمانی خیلی وسیع برای مریضا استفاده میشه. براشون کلینیکایی هستن، یعنی من مثلا ارجاعش میدم به کلینیک سرپایی روزانه، میره اونجا هفته 2 روز 3 روز میره داخل گروه، کارهای مختلف هنری، کارهای مختلف، حالا کارهای دستی انجام میدن. گروه های درمانی دارن، صحبت میکنن، گپ میزنن، با هم غذا میخورن، با هم میرن مثلا براشون برنامه میذارن برن مثلا موزه ببینن، برن طبیعت، برن باغ وحش و غیره و غیره. و مریض هیچ وقت این سیستم مریض رو رها نمیکنه و این وجه تمایز از نظر من بسیار بسیار بزرگ اینجاست با ایران. تو ایران همیشه مریضه که تصمیم میگیره که آیا برم پیش دکتر این دفعه یا نرم، آیا ادامه بدم یا ندم. ولی اینجا سیستم حواسش به مریض هست. اگه مریض من امروز مثلا وقت داشته نیومده، زنگ میزنمش، عزیزم وقت داشتی چی شده نیومدی؟ میدونید این کاری که ما تو خیلی ایران جالبه. بله. میکردیم.
هرگز نمی‌کردیم. یعنی این میزان حمایتی که اینجا از مریض میشه، حتی به لحاظ مالی، مددکارای اجتماعی اینجا دستشون خیلی بازه برای اینکه بتونن به مریضا کمک بکنن، براشون اینجا بهش میگن MDPH، در واقع از کار افتادگی، براشون از کار افتادگی بگیرن و حمایت‌های مالی اینا بشن. اینجا یه چیزی اینجا داره، بعد همینه که بهتون گفتم اینو بگم، یه پدیده اینجا هست که من واقعا مدت‌ها طول کشید که به 2 تا پدیده عادت کنم. این یکیش بود. یکی اولیش اینه که یه سری خونه میسازن اینجا ویژه افراد نیازمند حمایت. خب بیمار افراد سالم بهشون و برای اونا خونه‌ای میسازن که بهش میگن خونه‌های سوسیال، با حداقل اجاره کسی رو که وضعیت مالیش خوب نیست بهش خونه میدن. ولی برای بیمارا مجتمع‌های آپارتمانی ساخته میشه که اینا بعد از اینکه حالا فرض کن مریضی بستری بوده و مرخص شده، یا نه اصلا مریضیه که سرپایی داره درمان میشه اما کسی رو نداره، خانواده نداره، بچه‌هاش ولش کردن، همسرش فوت کرده، کسی رو نداره که ساپورتش کنه، اینو اونجا بهش جا میدن. با توجه به میزان توانمندیش، اینکه حالا مثلا پیره میتونه خودش کارشو بکنه نمیتونه، فیزیکی شرایطش چجوریه، اونجا یا بهش یه اتاق داده میشه یا بهش یک سویت کوچیک داده میشه و این سویت ها و این اتاق ها ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه که مرتب اونجا پرستار میره سر میزنه، صبح پرستار میره داروهای اینا رو چک میکنه، داروهاشون بهشون میده، ظهر میره غذا براشون میبرن، غذاشون اونجا میخورن دوره هم. یه چیزی فکر کنم مثل خانه سالمندان تو ایران، ولی خانه سالمندان نیست، مختص بیماران روانپزشکی که نیاز به حمایت دارن و هزینه هاشم یه بخش. حالا مریضی که اصلا مریض روانیه که بستری شده قبلا سابقه داره که هیچ هزینه‌ای پرداخت نمیکنه، مریضی که حالا به نوعی درآمدی داره با حداقل در واقع کرایه اونجا یه همچین جایی رو بهش میدن و تحت مراقبت. این این به نظرم ویژگیه که من حتی اگه خودمو مثلا بگم آقا 10 سال برگردم عقب تو ایران، اون موقع که مهاجرت نکرده بودم، نمیتونستم تصورشو بکنم که همچین امکانی وجود داشته باشه که به این شکل بیمارا تحت مراقبت و حمایت دولت باشه. برای اینه میگم سیستم فرانسه، سیستم درمانیش فوق‌العاده جذابه، فوق‌العاده حمایتگره و خودشون خیلی به این میبالن اصلا. پدیده دومی که گفتم که من برام فوق‌العاده جالب بوده و تا مدت‌ها طول کشیده این واقعا یه تجربه شخصی دارم میگم، طول کشید تا من تونستم اینو هضم کنم که اینجا توی سیستم درمانی تفاوت آشکار و مشخصی بین پزشک بخش، پرستار بخش، بهیار بخش و کارگر بخش نیست. این فوق‌العاده است. اینجا همه با هم کار میکنن، همه با هم حول مریض کار میکنن. من شگفت زده شدم از حرف شما. دقیقاً مفهوم تیم رو از صحبت شما گرفتم که انگار که یه تیمی گرد یه انسانی میگردن تا حمایتش کنن. خیلی من شگفت زده شدم. همینطوره، واقعا همینطوره. یعنی این میزانی از احترام و ارزشی که برای اون بیمار اینجا قائلند اینقدر به چشم میاد. مثلا فرض کنید که من پزشک همکارم رو به اسم کوچیک صدا میزنم، اما مریض رو کسی حق نداره به اسم کوچیک صدا بزن، همه میگن آقای فلانی، خانم فلانی. خب و همونطور که گفتم همه با هم کار میکنن، کار تیمی میکنن و در نهایت همونطور که گفتم بهت، شف بخش نظرش کم یا بیش با بهیار بخش فاصله نداره.
او نظر میده، بهیارم نظر میده، پرستارم نظر میده، دانشجوی مثلا حالا پزشکی هم که اونجا هست توی بخش نظر میده و همه با هم در مورد روند درمان تصمیم گیری میکنن. ما تو ایران اینو نداشتیم. ما تو ایران یه خورده چیزیم دیگه، یه خورده مدلمون اینجوریه که آقای دکتره یا خان دکتر در رأس قرار داره و بقیه دستورات او رو اجرا میکنن. اصلا اینجا کسی در رأس نیست. اینجا هیچ کس در رأس نیست. همه در، یعنی شاید اینجوری بگم، همه در رأسن و این برای من خیلی جالب و جذابه اینجا. یه نکته دیگه هست که داشت یادم میرفت که بگم، اینه که اینجا رضایت مریض فوق‌العاده مهمه برای اینکه به مریضی دارو داده بشه. ما موظفیم برای هر دارویی که به مریض تجویز میکنیم رضایت او رو داشته باشیم، براش توضیح بدیم که این دارو اینه، اثرش اینه، عوارض جانبیش اینه، مراقبت‌های بعدیش اینه، همه چیز رو توضیح میدیم. سر آخر این بله رو ما باید بشنویم از مریض که آیا موافق هستی که بدین دارو رو بدم؟ این من بله میونه صحبتتون، شما با عنوان روانپزشک یعنی که باید این رضایت رو از مراجعه کنندتون بگیرید یا اینکه داروساز وقتی داره میده باید این توضیحات رو؟ ما به عنوان خیلی جالبه. آره من یه مدتی توی، یادمه که حالا یه خاطره براتون بگم. بله ما مشتاقیم اتفاقا از خاطرات شما بشنویم. اولای کارم بود توی یه مرکز روانپزشکی توی شرق فرانسه کار میکردم. خب هنوز اصلا با سیستم آشنا نبودم. یه خانم دکتری اونجا بود که تو بخش کار میکرد، رومانیایی بود، خیلی هم خانم دکتر عزیز و نازنینی بود. ما یه مریضی داشتیم که این مواد مصرف میکرد، در عین اینکه حالا انواع مواد رو مصرف میکرد خب بیماری روانپزشکی هم داشت، بیماری مزمن هم داشت. خانم دکتر گفتش که خب طبیعتاً این مریض باید چیکار بکنه؟ باید بپذیره که داروشو بخوره و مواد مصرف نکنه. تلاش ما در جهت اینه که در واقع او رو به این نتیجه و به این تصمیم برسونیم. و یادمه که یه روز بعد از ظهر دیدم که مریض رو میخواد ببینه، گفتم منم بیام با هم. گفت بیا بشین. من نشستم و دیدم که اون چی کار میکنه. یه چیزی بالای 1 ساعت با این مریض صحبت کرد، تلاش بر متقاعد کردنش به این که باید داروشو بخوره و اون میگفت من معتقد به کانابیسم، درمان همه دردا کانابیسه، کانابیس همون حشیشه و نمیخورم داروهای شما رو. و خانم دکتر با چنان صبوری برای این توضیح میداد، با چنان صبوری عوارض حشیش، به هر حال عواقبش، ضرراشو توضیح میداد و فواید دارو رو، که من واقعا یعنی شاید مثلا 1 ساعت که گذشت من خسته شدم. اصلا تو ذهنم میگفتم چقدر کار عجیبیه برای من، چقدر این کار عجیبه، ما هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. و بعد که جلسه تموم شد بهش گفتم که خیلی انرژی گذاشتی. گفت باید این کار رو بکنیم، این کار ماست، این کار ماست. میدونین و برای من فوق العاده جذاب این که رضایت خود شخص چقدر هم، یعنی مسئولیت رو در واقع یه جوری آموزش مسئولیت هم هست دیگه به مریض. آره و خب من ازش خیلی یاد گرفتم، از همکارای روانپزشک فرانسوی دیگه هم همینطور خیلی یاد گرفتم ازشون. خیلی تجربه جالبی بود. یعنی من تصور میکردم که مثلا تو ایران شاید که حالا چون ما مرجع مقایسمون ایرانه به خاطر اینکه بیشتر زندگیمون اونجا بوده، خیلی اوقات اصلا مراجعه کنندمون نمیدونه که چه داروهایی رو دریافت کرده. و یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره اینه که حالا این عزیز که میگین که توضیح میدادم به اون خانم یا آقا، حالا حشیش استفاده میکنه، ولی ممکن اون آقا یا خانم یه داروهایی استفاده کنه که اتفاقا اینا تداخل داشته باشن و اصلا راجبش صحبت نمیشه. بعد حالا اینو باید چجوری که الان من همینجوری داشتم فکر میکردم 1 ساعت
من هنوز وقتی که میبینم خیلی وقتا روش درمانی پزشکا رو، مدل برخوردشون با مریض رو میبینم که چقدر فاصله داره با اون چه که ما اونجا تجربه کردیم. آره، اینجا موارد استثناش میتونه که رضایت مریض رو نمیگیریم، مریضی باشه که حالش خیلی بده، یعنی یک کریز. اورژانس حساب میشه یه جوری شاید. آره، اونی که تو کریزه بهش گفته میشه ها، بهش گفته میشه که این دارو باید بخوری، اگه نخوری ناچاریم که تزریقی بهت بدیم. و اون میگه که نمیخورم، بعدم اینا میگن خب ناچاریم که تزریقی بهت بدیم. ولی حتی تو اون موارد هم به مریض گفته میشه. میدونید حق نداره هیچ کس بدون اینکه مریض بدونه و اطلاعات کافی داشته باشه هیچ درمانی براش تجویز کنه. و این واقعا به نظر من خیلی احترام گذاشتن به آدم هاست، به مریض هاست. خیلی عالی. من شگفت زده میشم که همچین چیزی وجود داره. و دارم فکر میکنم که خب چجوری میتونیم ما هر جای دنیا که هستیم، حالا سیستم ما اگر نیست، ما شروع کنیم به انجامش. شاید که خورد خورد بشه، نمیدونم. آره خب البته کمی سخته دیگه. بله. سخته، قبول داری تو بله. ایران پیاده کردن یه همچین سیستمی سخته. من خودم اون موقع هم که بودم همواره مریضام که بهشون دارو میدادم براشون توضیح میدادم ولی باز نه به مفصلی اینجا. براشون هم دارو رو میگفتم چیه، اثرش چیه، کی ظاهر میشه، چیکار باید بکنی، چیکار باید بکنی و غیره. ولی خب دشواره دیگه یه کمی اونجا، چون ما اینجا مثلا یه مریضی که میاد توی اتاق روانپزشک، اینو اضافه کنم، مریضی که میاد تو اتاق روانپزشک جواب تمام سوالاتش رو باید بگیره بعد بره بیرون. چی میگم؟ یعنی باید اینجا درس اولی که بگیری به نظر من به عنوان یک پزشک صبوریه. باید صبور باشی، باید یه دل بزرگی داشته باشی و اون انسانی که مقابلت نشسته رو واقعا درکش کنی و دل بدی بهش. میدونی؟ نگاهت اینجا نگاه از بالا به پایین نیست، نگاه پدرانه یا مادرانه به مریض نیست، نگاه برابره. دو تا انسان بالغ و بزرگسال که خیلی متفاوته با نگاهی که ما تو ایران داشتیم دیگه. تو ایران نگاه پدر فرزندیه معمولاً، نه فقط تو حیطه پزشکی، به نظر من توی حیطه روابط دیگه هم این هست. منتها اینجا تو فرانسه سعی بر اینه که این برابریه باشه، واقعا همواره روابط دو تا انسان بالغ و بزرگسال باشه. و این تفاوت بزرگ فرهنگی هستن بین فرانسه با ایران. و در عین من ایران رو بسیار بسیار دوست دارم. بله. بله. خیلی خیلی ایران رو دوست دارم و آرزو میکنم که بشه روزی ما بتونیم یه سیستم پیشرفته و بسیار در واقع سیستمی که توش احترام به مریض، جایگاه مریض در واقع به جا آورده بشه رو اونجا تجربه کنیم. انشالله. انشالله. شما داشتید از تجربیاتتون به عنوان روانپزشک میگفتین و در این حال روابط انسانی میگفتید که اول اون مراجع انسان دیده میشه، اینجوری که من شنیدم بالغ دیده میشه، بعد حالا راجبش بیماریش یا مسئلهش یا هر چیزی که داره صحبت میشه، درک میشه، بعد حل مسئله میشه. برام جالب شد که بدونم که اصلا زندگی تو فرانسه برای شما چه تجربیاتی به عنوان یه شخص انسانی، نه به عنوان روانپزشک، چه تفاوت تجربه ای رو شما دارید نسبت به ایران به عنوان شهروند؟ به عنوان یه شهروند شاید خب یه بخشیش نشأت گرفته از همون در واقع شغلیه که دارم. اینجا کسی از جایگاه شغل به کسی نگاه نمیکنه. اینجا فرق نمیکنه تو شغلت هر چی که هست، تحصیلاتت هر چی که هست، یعنی به عنوان یه انسان به تو نگاه میشه. یعنی مثلا اگه اونجا میرفتم چه میدونم مثلا خرید کنم تا وارد مغازه میشدم، خانم دکتر مثلا بفرمایید، مثلا یا حالا این شکلی با حرف میزنن. اینجا کسی خانم دکتر آقای دکتر صدا نمیزنه و این به نظرم میتونه خیلی برای من تجربه خوبی بود.
به همون شکلی که کسی منو به خاطر اینکه مثلا از ایران اومدم، از خاورمیانه اومدم، هم صدا نمیزنه، اون شکلی نگام نمیکنه. میدونین، این که من اینجا همینی که هستم، جدای از شغلم، تحصیلاتم، درآمدم، ثروتم، جایگاه خانوادگی، هر چی اصلا، ملیتم، تفاوتی نمیکنه. اینجا یه برابری، تلاش بر اینه که وجود داشته باشه. نمیگم 100% ها، هیچ جا نیست، اما واقعیت اینه که حسش میکنی توی مردم. اینجا همون جوری که هستی در واقع دیگران تو رو میپذیرن. ممکنه که چه میدونم، مثلا تو ایران اگر چه میدونم، فرض میکنم تو مثلا یه شال قرمز میپوشیدی میرفتی بیرون، همه نگات میکردن. ولی اینجا کسی به کسی نگاه نمیکنه. اصلا کسی مهم نیست که تو چی پوشیدی، مهم نیست که تو مثلا موهاتو الان چه مدلیه، مهم این نیست که تو الان مثلا اون چه که پوشیدی مثلا $1000 قیمتش سرجم، یا مثلا $100، فرق نمیکنه. آدم ها خیلی رو هم زوم نمیکنن، میدونین، به هم دیگه فضای شخصی میدن. و این اون چیزیه که برای من تجربه خوبی بوده تو فرانسه. خیلی کم دیدم که قضاوت کنن همدیگر رو. نمیگم نمیکنن، هیچ وقت هیچ جا صفر و صدی نیست، اما به مراتب نسبت به جایی که در واقع نسبت به ایران که من تجربه داشتم توش، اینجا به مراتب کمتره. کمتر میشینن پشت سر هم حرف میزنن. و و و این برای من خیلی جذاب بوده. تفاوت دیگرش، خب به عنوان یک شهروند، حس امنیتی که اینجا داشتم خیلی متفاوت بوده با ایران. من اینجا بارها پیش اومده یه وقت که مثلا 12 شب اومدم خونه، حتی ماشینم نداشتم، پیاده اومدم این مسیری رو. اوایل یکم احساس ناامنی میکردم، یه وقت دیر وقت میومدم، ولی الان نه، متوجه شدم که نه، واقعا خبری نیست. و خب البته همیشه آدم باید مراقب خودش باشه، من اینو نفیش نمی کنم، ولی تفاوت دیگه یعنی نسبت به احساس اونجا امنیتی که اونجا تجربه میشه نسبت به ایران بیشتره. آب و هواش چقدر فرق میکنه خانم دکتر نسبت به ایران؟ خیلی فرق میکنه. اینجا هم سردتره نسبت به ایران، زمستانهای سرتری داره نسبت به، نه به همه ایران ها. مثلا تو ایران، مرکز ایران، سمت شهر کرد و بختیاری و نمیدونم اون اطراف کوهگیلویه، اینا خب سرتره، ولی اینجا به طور عموم زمستون سرتری داره و خیلی ابر، خیلی بارون میاد و آفتابش خیلی کمه واقعا اینجا. ما همیشه اینجا کم بوده آفتاب داریم. اونجا آفتاب داره. از با هوای ابری و سرد بیشتر مواجهیم تو فرانسه. خانم دکتر جان، اگه شما بخواید که از تجربیاتتون یه همکاری بخواد از شما بپرسه، شما با من یک نقطه بولد بخواید بهش بگید که توصیه بهش بکنید که اگه مثلا بخواد بیاد فرانسه، شما چه پیشنهادی، چه توصیه بهش میکنید؟ ممکنه که این توصیه رو اینجا بفرمایید که دوستان ما اگه میشنون داشته باشن تجربه شما رو. توصیه برای کسی که میخواد بیاد؟ بله، مثلا فکر کنین که الان همکاری از شما، دوستی بخواد بیاد فرانسه و بگن که خانم دکتر شما چه پیشنهادی دارین، چه توصیه‌ای دارین که من میخوام بیام الان فرانسه، چه کار کنم، چه کار نکنم، اصلا بیام نیام؟ مم. من خودم فرانسه رو دوست دارم و تصمیمی رو که گرفتم برای اینکه بیام اینجا هیچ وقت ازش پشیمون نشدم. تو کار و حرفم هم همینطور. خوشحالم که اینجا هستم، چون سیستم درمانیشون سیستم درمانی پیشرفته ایه و به نظرم فکر خوبیه که بیان فرانسه. منتها اون چیزی که باید بهش دقت کنن اینه که منابع علمی ما و ریفرنسامون تو ایران ریفرنسای امریکایی بوده. ما اصلا انگلیسی خوندیم. اساسی ترین چیزی که باید بدونن این که باید زبان فرانسوی رو خوب یاد بگیرن، در حد B2 باید یاد بگیرن که بتونن صحبت بکنن با مریض و بفهمن اون چی که میگه و کتابا رو بخونن. و نکته بعدیش اینه که این امتحان کنکوری که گفتم سالی یه بار برگزار میشه، امتحان بسیار مهمیه
و در واقع مثل یک چی بهش بگم، مثل یه سدیه، سد بهش بگیم، یه سدیه که باید ازش رد شی تا بتونی چیکار بکنی دیگه. اینجا بعد از این امتحان کارت آسون میشه، میتونی کار بکنی و بعدم شما نظام بگیری. ولی برای این امتحانه به نظرم باید انرژی بذارن، ریفرنس های فرانسوی رو بخونن. و توصیه دیگه اینه که قبل از اینکه این امتحان رو شرکت کنن حتما یه مدتی کار کنن تو سیستم، چون حتی اپروچشون به مریض اینجا متفاوته، خیلی متفاوته واقعا. و در نتیجه تو اون امتحانه، چون امتحان 2 تا پارت داره، یه پارت فاندامنتال داره، یه پارت نمیگم پراتیک ولی به هر حال کیس میدن دیگه، همش نوشتنیه، امتحان شفاهی نداره. ولی تو اون قسمت پراتیکش وقتی کیس میدن لازمه که تجربه کار تو فرانسه هم شخص داشته باشه که بتونه بهتر از پسش بر بیاد. آره، پس فوکوسشون یکی روی زبان باشه دیگه، اینکه تلاش کنن بیان اینجا یه مدتی کار بکنن و امتحانه رو جدی بگیرن، امتحان مهمه. خیلی عالی. من چیزی که از شما شنیدم اینه که زبان اولین نکته خیلی مهمی هست، چون همه امتحانا و کاراشون به زبان فرانسه هست. رفرنس های فرانسوی به جای رفرنس های آمریکایی یا انگلیسی باید جایگزین بشه، یعنی فقط این نیستش که بتونن بخونن، باید کاملا اینوالو بشن، درگیر بشن با مسائل به زبان فرانسه، با منابع فرانسه. و یه مرحله خیلی مهم کنکور هست که باید اونو رد کنن تا به و در نهایت شما پیشنهاد میدید از اینکه بیان و یک شرایط کاری جدید رو با یه دنیا و فرهنگ کاری جدید تجربه بکنن. بله، کاملا جدید، کاملا متفاوت. و خب کسایی که عاشق تفاوتن، کسایی که عاشق تغییرن، تجربه چیزهای جدید هستن، به نظر من میتونه فرصت خوبی باشه براش. خیلی عالی. خیلی خانم دکتر، من ذوق زدم همچنان که این فرصت رو داشتم امروز در خدمت شما باشم، از شما بشنوم. اطلاعات خیلی با ارزشی رو به ما دادید و من میدونم که مخاطبین این صفحه حالا توی صفحات مختلف ما بارگذاری خواهیم کرد که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن. خیلی از اطلاعات شما بهره مند خواهند شد. به عنوان یک جمله یا یه نکته پایانی اگر شما مطلبی دارید ما با گوش جان میشنویم. خواهش میکنم. نه من چیزی ندارم اضافه کنم. خیلی ممنونم ازتون و فکر میکنم کاری که دارین انجام میدین کار مفید فایده ایه، چون آنچه که اساساً انسان ها بهش نیاز دارن اطلاعات. بله. انسان ها نیاز ندارن بگی کسی بهشون بگه چی کار بکن چی کار نکن. و اطلاعات وقتی داشته باشن با خودشون میتونن بهترین تصمیم ها رو برای خودشون بگیرن و کاری که شما میکنید دادن اطلاعات و این فوق العاده است. و خوشحالم از اینکه در واقع تو شیمای عزیز داری در واقع این کار بزرگ رو انجام میدی و خیلی خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردی تو برنامه‌تون. خیلی متشکرم خانم دکتر. مرسی از پیغام‌های بسیار دلگرم کنندتون. من واقعا فکر میکنم که تجربه زیسته آدم ها بزرگترین جواهری هست که ما میتونیم به هم دیگه هدیه بدیم و خیلی متشکرم به خاطر این هدیه ارزشمندتون که ما امروز از شما گرفتیم. عزیزم ممنونم. برای مخاطبین عزیزم میخوام که اعلام کنم که این برنامه از سلسله برنامه‌های کوچ هست از مجموعه بزرگ پرشین بارس و اینجا صفحه خانه تیم درمانی. ما همچنان مشتاقیم که شما تو این برنامه تشریف بیارید، تجربه هاتون رو با ما به اشتراک بذارید تا همکاران عزیز ما در سایر نقاط جهان از این تجربه ها بهره مند بشن. و میخوام دعوتتون کنم که صفحه ما رو به دوستان و همکاران معرفی کنید. متشکرم. مرسی خانم دکتر برای فرصتی که به ما دادید امروز و متشکرم از شما که برنامه ما رو تماشا کردید. خدا نگهدار.